به نام خداوند بخشنده و نهایت با رحم. روز نامه اعمالمون ختم می گردد. فرصت ثواب گرفتن هم من می شود. آن روز از دست بنده دیگر کاری بر نمی آید. اما فضل خدای مهربان بعضی نامه ها تا روز قیامت کشاده می ایستند و نوشت ثواب ها ادامه می یابد. آن گونه نامه ها تنها نصیب بندگانی می گردند که در زندگی صدقه های جاریه می کردند. این بنای فرسوده ای که می بینید چند ماه پیش به نیت ساختن مسجد خریداری کرده شد. اکنون نوبت ساختمان سر می شود. کی آغاز می گردد و چقدر مبلغ لازم است؟ روزهای نزدیک مسئولین این لایحه پیشکش ما و شما می گردانند. اکنون فرصتی هست که در صدقه جاریه همگان اشتراک کنیم. بهترین فرصت برای آبادی آخرت. در حدیث آمده است که شخص به خاطر الله مسجد بنا کند، الله تعالی منزل در جنت برایش بنا خواهد کرد. هر فردی که در این مسجد نماز می‌گزارد یا علم می‌آموزد، شما هم به قطار آنها در ثواب شریک می‌شوید. بی‌طرف نباشید، منزل خود را در جنت آماده سازید.